چاکر تمام عزیزان. آقا خبرها اینقدر تند عوض میشه. اینجا تو کانادا ما یه کلمه هست میگن Don't trust the three Canadian W's. 3 تا W های کانادایی رو هیچ موقع اعتماد نکن. میگن چیه این W؟ میگه work, weather, women. کار، هوا و زن. اینا هر 3 تاشون با W شروع میشه. میگه اینا رو تو کانادا هیچ موقع اعتماد نکن. این الان شده مثل این سیزفایر ایران و آمریکا. یه دقیقه پیش گفتیم چی؟ گفتیم آره سیزفایر شده، اینا به 10 تا پوینت ما قبول کردن 10 تا پوینت ما رو. حالا اینا تو اخبارشون زدن که او ایران به 15 تا پوینت ما قبول کرده. بعدا اومدن گفتن که اسرائیل رو شروع کردن حمله. چه حمله وحشتناکی به لبنان شروع شد که اونم پارت اون 10 تا پوینته که به لبنان هم حمله نشه. anyway سرتو در نرم. فکر کنم تا یکی دو ساعت دیگه اصلا این سیزفایره بماله به هم و ایران هم استریت اف ببنده باز دوره، هم که باز شروع کنه تنبیه کردن اینا رو. حالا دعا کنیم که این زاینیستای، این آمریکای زاینیستای احمق تو واشنگتن از خر همسایه پاشن بیان پایین، به 10 تا پوینت ایران قبول کنن و این مسئله حل شه. وگرنه anyway یه آدم بسترد و تو نمیتونی تراستش کنی دیگه. مثلا یه بسترده. یا علی مدد.